به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. کتابی از گان در مورد آسترولوژی مالی هستش و اینکه چه وقت بر مبنای ستارگان سرمایه گذاری کنید و چه وقت پولتون رو از بورس و سرمایه گذاری بیرون بکشید. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. کتابی با عنوان دقیق آسترولوژی مالی گان وجود ندارد، اما کتاب‌های متعددی در زمینه آسترولوژی مالی یا ستاره شناسی مالی و همچنین آثار مرتبط با ویلیام دلبرت یا دلبرت گان و چرخه‌های بازار در فروشگاه‌های کتاب یافت می‌شود. چرخه‌های نجومی و معامله‌گری و ستاره شناسی مالی یا داستان نظریه گان در بازارهای مالی که به تحلیل بازار با علم نجوم و الگوهای گان می‌پردازد. لطفاً با من همراه باشید تا روش‌های گان رو با همدیگه ورق بزنیم. آموزش گانزیلا. بخش اول را با یک سوال شروع می‌کنم. اما قبل از آن، اگر اولین بار است که نرم افزار گانزیلا را باز می کنید، باید بگویم به دنیای اسرارآمیز گان خوش آمدید و به هیچ عنوان چیزی برای نگرانی وجود ندارد. شاید در اولین مواجهه اشکال مختلفی که می بینید آشنا و شاید غریبه باشند، اما بهتر است اول بیاموزیم چگونه با نرم افزار روبرو بشویم. پس اول سوال را مطرح می کنم و از شما هم می خواهم که این کار را انجام دهید. در ذهن خود چه می بینید؟ اگر به شما بگویند و یا جایی بشنوید یا بخوانید. سیب. من به شما خواهم گفت. بدون شک شما در ذهن خود تصویر یک سیب را در نظر می آوردید. یکی شاید سیبی قرمز را در نظر بیاورد و شاید یکی سیب سبز یا سیبی زرد. بگذارید کمی موضوع را توضیح بدهم. زمانی که تصورات ما و زبان ما در حال شکل‌گیری بود، با مواجهه با اشیا که در یک دسته‌بندی کلی در طبقه میوه‌ها قرار می‌گیرد، آموختیم که سیب چه شکلی دارد و در تجربه با آن مزه و عطرش را به خاطر سپردیم. و این قرارداد ذهنی باعث شد تا همیشه اگر حتی این مقاله را می‌خوانید و در چند سطر بالاتر با کلمه سیب مواجه می‌شوید، بتوانید در کسری از ثانیه آن را شناسایی کنید. با این مقدمه به موضوع اصلی خواهم رفت و آن این است که شما در مواجهه با نرم افزار و تکنیک‌های گان که به یاری خدا با این نرم افزار اجرا خواهید کرد چیزی قابل لمس نخواهید دید. شما اشکال تکرار شونده‌ای مثل الگوهای کلاسیک را در این نرم افزار پیدا نخواهید کرد. شما خطوط روند و اندیکاتوری را پیدا نخواهید کرد. شما موینگ ها با تنظیمات مختلف را هم پیدا نخواهید کرد. شما در واقع آماده می شوید که با ابزارهای از جنس دیگر به تحلیل بازار بپردازید. شما آماده می شوید که با یکی از کهن‌ترین علوم بشری که از نیاکان نیک ما باقی مانده است به تحلیل بازار بپردازید. علمی اصیل و البته شگفت‌آور که ریشه و منشأ آن مقدس است. بگذارید در یک کلمه بگویم، اولین چیزی که خواهید دید آسمان است. برای سهولت کار، نرم افزار را در بخش‌های مختلف توضیح و در نوشته‌های آتی یک بار همه چیز را با هم مرور خواهیم کرد. اما برای گام نخست ابتدا تصویر را توضیح خواهم داد. شما در تصویر زیر آسمان را می‌بینید. دقیق‌تر بگویم برج‌های مختلف آسمان را به تعبیر دیگر و البته دقیق‌تر تقسیم بندی 30 درجه‌ای دایره‌ای منطقه البروج را می‌بینید که منجمان و ستاره شناسان از قدیم نام‌هایی را برای آن انتخاب کردند تا بتوانند با دقت بسیار محاسبات خود را انجام بدهند.
به دایره منطقه البروج دایره شمسیه هم گفته می شود، چرا که خورشید یا شمس در طول سال روی این خط حرکت می کند. توجه داشته باشید که این نرم افزار و تکنیک هایگان اساساً بر نجوم کهن استوار است و در نجوم کهن مرکز عالم زمین است و نه خورشید. 12 برج آسمان با نام‌های حمل، فروردین، ثور، اردیبهشت، جوزا، خرداد، سرطان، تیر، اسد، مرداد، سنبله، شهریور، میزان، مهر، عقرب، آبان، قوس، آذر، جد، دی، دلو، بهمن و هود، اسفند. من عکس این دایره البروج رو روی تامنیل این پادکست خواهم گذاشت. درجه ها، دقیقه ها، ثانیه ها، ثالثه ها یا ساعت به وقت آسمان. ساعت چند است؟ قبل از پاسخ دادن به این سوال شاید بهتر باشد که به آسمان نگاه کنیم. شاید بتوان این سوال را بهتر پرسید. ببخشید، خورشید کجاست؟ و زمانی که میپرسیم خورشید کجاست، باید بتوانیم با بیشترین دقت به این سوال پاسخ بدهیم. از سالهای دور تا امروز ابزارالات رصدی بسیاری را منجمین اختراع کردند تا هرچه بیشتر و بهتر بتوانند ضریب رصدهایشان را بالا ببرند تا نتیجه گیری های بهتری را بر حسب حرکات کواکب در آسمان بگیرند. در قسمت اول این سلسله نوشتار دسته‌بندی آسمان را گفتیم و شرح دادیم که 12 برج به تفکیک نام و حالا قصد بر این داریم تا بیشتر دقیق بشویم. حالایی که این نوشتار در حال آماده شدن است، فروردین ماه است. اگر کسی بگوید امروز چندم است، میگویم 24 فروردین ماه. و معنای این پاسخ چیست؟ در نجوم کهن برای اندازه‌گیری دقیق حرکات کواکب منجمین دایره‌های عظیمه را متصور بودند. این دایره‌هایی هستند که اگر بر کره ثابت یا متحرک متصور شوند، آن کره را به 2 نیم مساوی تقسیم می‌کنند. دایره منطقه البروج چنین است، یعنی دایره‌ای که روی خودش صور فلکی 12 تایی بروج را دارد که از حمل شروع می شود تا به هود ختم می شود. زمانی که ما می گوییم دایره عظیمیه، می دانیم که دایره هر چقدر کوچک و هر چقدر بزرگ باشد فرقی در درجات آن پیش نمی آید. دایره عظیمه منطقه البروج مثل همه دایره ها 360 درجه است و این تقسیم بندی بر 12 و هر برج 30 درجه 12 برج ما را شکل می دهد. در نوبت قبلی گفتیم که دایره منطقه البروج دایره شمسی هم گفته می شود، یعنی خورشید همواره روی آن در گردش است. پس زمانی که می گوییم امروز چندم است، یعنی خورشید در چه برج و در چه درجه است. پس می گوییم خورشید در برج حمل و در درجه 24 است. برای روشن شدن بیشتر موضوع، مثلا چه زمانی سال تحویل می شود؟ زمانی که خورشید به 0 ثانیه و 0 دقیقه و 0 درجه برج حمل رسیده باشد. حالا که به این اشاره کردم، باید بگویم که منجمین در آسمان و حرکت خورشید 4 نقطه حساس و مهم برای خورشید در نظر می آوردند. نقاط اعتدالین، یعنی ابتدای بروج حمل و میزان، و علت نامگذاری اعتدالین جدای از موضوع ریاضیش از این سبب اعتدال است که خورشید با رسیدن به آن حال و هوای طبیعت را معتدل می کند که مصادف است با بهار و پاییز و بروج سرطان و جد که به نقاط انقلابین یا انقلابیان هم نامگذاری می شود که هوا رو به گرمی و سرما می رود. کدام درجه، کدام برج و کدام نشانه؟ در قسمت قبل به اجمال درباره درجات آسمان صحبت کردیم و حالا می خواهیم کمی دقت را بالا ببریم.
تقسیم بندی های گوناگونی برای هر برج در سبک‌های مختلف علم نجوم در نظر گرفته شده است. در هر سبکی خواه اسلامی و خواه هندی و خواه غربی منجمین نسبت به نیاز خود برای استخراج‌های خود بروج را چندین قسمت تقسیم بندی کردند و در این میان هر قسم و اندازه‌ای را به کوکبی نسبت دادند و شرح این تقسیمات از حوصله این بحث خارج است. اما در تمامی این سبک‌ها که نگارنده معطوف به سبک اسلامی است، درجات بسیار مهمی را برای هر سیاره‌ای در منطقه در نظر گرفتند که در تمامی سبک‌ها به اختلاف 2 یا 3 درجه مورد تایید همه است. بیاییم این موضوع را با این جمله آغاز کنیم که برگرفته شده از کتاب محمد ابن مسعود غزنوی است. درجات در آسمان مثل کالبدی هستند بی روح و کواکب چون روح و پس روح چون در کالبد باشد زندگانی یابد و چون نباشد در موت است. چه برداشتی از این جمله می کنیم؟ نخست به پویا بودن آسمان پی می بریم و دوم به گردش پی در پی کواکب بر روی درجات و اهمیت این درجات. آنالی جناب می گوید چون روح در کالبد و از طرفی می دانیم که دقت آسمان و گردش مهر و ماه که از سبب دست الهی است به هیچ تخفیفی از خطاست و پس می فهمیم که درجات بسیار حائز اهمیت است. پس بیاییم 7 کوکب مهم یا 7 سبعه سیار را بررسی کنیم. برای خورشید بروج حمل به 19 درجه و میزان به 19 درجه. بروج اسد به تمامی درجات، دلو به تمامی درجات. برای قمر بروج ثور به 3 درجه و عقرب به 3 درجه و بروج سرطان به تمامی درجات و جد به تمامی درجات. برای عطارد بروج سنبله به 15 درجه و هود به 15 درجه. بروج سنبله به تمامی درجات و جوزا به تمامی درجات و هود به تمامی درجات. برای زهره بروج هود به 27 درجه و سنبله به 27 درجه. بروج ثور و میزان به تمامی درجات، عقرب و حمل به تمامی درجات. برای مریخ بروج جد به 28 درجه، سرطان به 28 درجه. بروج حمل و عقرب به تمامی درجات، ثور و میزان به تمامی درجات. برای مشتری یا ژوپیتر بروج سرطان به 15 درجه و جد به 15 درجه. بروج حوت و قوس به تمامی درجات، جوزا و سنبله به تمامی درجات. برای زحل بروج میزان به 21 درجه، حمل به 21 درجه. بروج جدی و دلو به تمامی درجات و سرطان و اسد به تمامی درجات. این درجات در منطقه البروج ارتباط بسیار مهمی با کواکب دارند. باید دانست و حتما در نظر داشت که این دسته‌بندی یکی از چندین نوع دسته‌بندی درجات است، اما ضرورت پرداختن به این نوع از دسته‌بندی این است که بتوانیم به روابط مستتر در این نوع آرایش درجات پی ببریم. در نوشته‌های بعد دسته‌بندی‌های بیشتری خواهیم رسید. باید نیک بدانیم که این دسته‌بندی بسیار کهن و معتبر است و جناب بطلمیوس و حتی از جناب ادریس به بشر منتقل شده است. در نوبت بعد به روابط این دسته‌بندی خواهیم پرداخت. تریدرها نقطه چین خود را ترید می کنند. جای خالی را می توان با خیلی کلمه ها پر کرد. این با شماست. اما من می خواهم قبل از آنکه جمله کامل باشد به این جای خالی بپردازم. روزنامه را باز می کنم و به صفحات اقتصادی می روم و با انبوهی از اخبار و مصاحبه و نمودار مواجه می شوم. تلویزیون را روشن می کنم. کشوری به کشوری حمله کرده است. صفحات سایت های خبری هم دست کمی از اینها ندارند. با دوستان صحبت می کنیم
و چیزهای مشابه میشنویم و بعد به این فکر فرو میروم: کدام یک روی بازار مؤثرند؟ آیا زمانی که کشورهای قدرتمند طلا را میخرند باید اقدام به خرید کرد؟ آیا خبر جنگ‌های پی در پی در این دنیای پر از آشوب میتواند سیگنال‌هایی برای ورود و یا خروج از بازار به من بدهد؟ وقایع سیاسی، اقتصادی، بحران‌های اجتماعی، تصمیم‌های بزرگ دولتمردان، سیاست‌های پولی و مالی کشورهای مؤثر جهان چطور؟ به جمله بالا فکر می‌کنم. تریدرها نقطه چین خود را ترید می‌کنند. تصمیم می‌گیرم جای خالی را پر کنم، اما قبل از آن به کتابی که قبلا نوشتم 45 سال در وال استریت مراجعه می‌کنم. 1. تاریخ در وال استریت تکرار می‌شود و آنچه در گذشته رخ داده است در آینده مجددا رخ خواهد داد. صفحه 12 پاراگراف اول. 2. تجربه به من آموخته است که هیچ چیز تا زمانی که چرخه زمانی روند صعودیش را نشان می‌دهد نمی‌تواند جلوی پیشروی بازار را بگیرد و تا زمانی که چرخه زمانی و تنزل مشاهده شود هیچ چیز نمی‌تواند جلودار آن باشد. صفحه 15 پاراگراف دوم. می‌توان به جمع‌بندی رسید. می‌توان کلمه‌ای را پیدا کرد تا در توازن بین تکرار گذشته و پیشواز آینده بود. می‌توان کلمه‌ای را پیدا کرد که حق مطلب را ادا کند. باید نوشت تریدرها اعتقادات خود را ترید می‌کنند. چندان عجیب به نظر نمی‌آید که گان در نامه‌هایی که به شاگردان مکاتبه خود می‌نوشت به شدت اصرار به خواندن کتاب مقدس می‌کرد. مگر نه آنکه قرآن به کرات ما را دعوت به خواندن گذشته و تاریخ می‌کند؟ به راستی گان خواستار چه بود؟ کلیدی ترین کلمه‌ای که می‌توان آن را جدا کرد و مثل راهنمایی روشن از او خواست تا معیاری برای حرکت ما در سیستم اعتقادی این سبک از حضور در بازار باشد یک چیز است: تکرار. در جای جای نوشته‌هایگان می‌خوانیم که آینده چیزی جز تکرار گذشته نیست. سقف‌ها و کف‌ها تکرار می‌شوند. اگر نوشتارهای یکم و دوم را خوانده باشید آنجا مفصل به ایده اصلی این سبک معاملاتی پرداختم. نجوم کهن و نجوم کهن یعنی متناهی بودن جهان، ساختار تکرارپذیری از رفتار آسمان و اجرام علوی، تکرار اعداد در ذاتی واحد و چهره‌ای جدید، زمانهای تکراری و هر کدام به نحوی تکرار سیکل‌های تکراری. در دسته‌بندی زمانی گان خواستار مراقبت از زمان بود. چه زمانهایی؟ باید همیشه به یاد داشته باشیم که ایرانیان صحیح ترین نوع علم نجوم را داشتند و این عجیب نخواهد بود که گان برای دایره آسمانی معاملاتیش از صفر برج حمل که برابر است با 21 مارس استفاده می کند و 21 مارس یعنی نوروز و رسیدن به خورشید، به نقطه اعتدال بهاری. گان در راستای پیدا کردن اهداف زمانیش در بازار و برای به دست آوردن تاریخ دقیق کپ‌ها و سقف‌ها از تقسیمات منطقه البروج با کاغذهای بسیار نازک استفاده می‌کرد. به این معنا که او تمامی تاریخ‌ها را دور در دور منطقه می‌چید و با استفاده از تقسیمات دلخواه تاریخ‌های بعدی را به دست می‌آورد. لایه‌هایی که حالا ما می‌توانیم به راحتی از آن استفاده کنیم. لایه اول تمامی منطقه را به صورت تسلیسی برای ما جداسازی می‌کند. نقاط متناظر را هم می‌تواند به دست بیاورد. به عنوان مثال اگر سهمی در تاریخ 21 مارس کفی را تشکیل داده است، تاریخ سخت ما منظور کردن و پیدا کردن ریتم تسلیسی سهم می شود. تاریخ 21 جولای. پس اعتقاد بر این است که ما با استفاده از این لایه ها بتوانیم تقسیمات هر سال و یا هر ماه و یا هر هفته و یا هر ساعت را به دست بیاوریم. به خاطر داشته باشید که تاریخ تکرار می شود.
و جهان هستی از کوچکترین اجزای خود شروع به ساختن آینده می کند از ثانیه ها. 8 لایه شکلی در نرم افزار تعبیه شده است با زاویه های 120 درجه، 90 درجه، 70 درجه، 60 درجه، 52 درجه، 45 درجه، 40 درجه و 35 درجه. لازم به توضیح است از آنجایی که مربع 9 تایی گان که در آینده به آن خواهم پرداخت شکل دگرگونه شده از آسمان و منطقه است، شرایط بهره گرفتن از این لایه ها را نیز دارد. در شکل بعدی لایه خطی ترازهای فیوبوناتچی و لایه های بعدی نیز که نمادهای خرس و گاو را دارد نشان از یک موضوع مهم است: صعود و هبوط. رشد و ریزش جملگی در حرکت خاصه کواکب با تقسیم بندی خاص آنهاست. کوکبی که از آستانه نقطه حمل تا ابتدای میزان با توجه به این تقسیم بندی حرکت می کند صاعد است و با گذر از میزان هابط تا آستانه حمل. من شکلی که در اینجا وجود داره رو روی تامنیل برای شما خواهم گذاشت. خب بیشتر از این کتاب زیبا در اختیار من نیست. حتما اگر به آسترولوژی مالی بر اساس حرکت کواکب و سیارات علاقه دارید کتاب‌های گان رو مطالعه کنید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی خدا نگهدارتون.